فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا بامداد 8 می خبر داد که موضع‌های نظامی در خاک ایران را هدف قرار داده است. ایران هم میگوید که در پاسخ به ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز حمله کرده است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که آتش بس هنوز برقرار است. این درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران در تنگه هرمز و ساحل‌های بندر عباس و کشم رخ داده است. طرف‌ها یکدیگر را به آغاز این حمله متهم کردند. سنتگام یا فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه از حمله به موضع‌های نظامی در خاک ایران خبر داد. با گفته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، این حمله‌ها پس از آن انجام شد که ایران ناو یا کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز را هدف قرار داد. سنتگام عین زمان می‌گوید که در پی بالا بردن سطح تنش نیست. پیشتر در پی نشر خبرها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای چند ترکش در جنوب ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ایران شامگاه 7 می خبر داد که بخش‌های از جزیره کش هدف قرار گرفته است. این خبرگزاری اعلام کرد که در جریان تبادل آتش میان نیروهای مسلح ایران و طرف مقابل، بخش‌های تجاری لنگرگاه بهمن هدف قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران درباره برخورد نو با ایران گفت آنها سر به سرمان گذاشتند و همزمان تاکید کرد که آتش بس برقرار است و به آن خدشه وارد نشده است. این نخستین بار نیست که دو طرف در عین درگیری اصرار می‌کنند که خلل به آتش بس وارد نشده است، موضعی که به عقیده کارشناسان تنها نشانه از آن است که دو طرف به آغاز درگیری‌های نو و ادامه جنگ میل ندارند.